سلام به برابکس افرا، امیدوارم که میزون باشید و ردیف باشید. خوش اومدید به اولین ویدیو من. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش من یه سری توضیحات رو بدم و سریع بریم سراغ آموزش. لطفاً و حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. اگر دوست داشتید داخل کانال تلگرام عضو بشید. کلی لوپ و سمپلای باحال و وی اس سی و پلاگین و اینا براتون میذارم و آیدی اینستامون هم میذارم. دوست داشتید فالو کنید و حمایت کنید. بریم سراغ آموزش. امروز میخوایم محیط نرم افزار رو آموزش بدیم، ولی خب به یه روش دیگه. من بهتون میگم که برای شروع ساخته یه موزیک باید چی کار کنید و اصلا کجا شروع کنید و هر کدوم از این المانایی که حالا توی صفحه میبینید اصلا به چه دردی میخوره. اوکی، خب شما اصلا اول این که باز میکنید نرم افزار FL Studio رو با این صفحه مواجه میشید که خب ما به این صفحه میگم پلیلیست. اگه به موسم دقت کنید میگم پلیلیست که این ترک هاست که اصلا پلیلیست چیه؟ میتونیم لاین های موزیکمون رو توش بچینیم. یعنی مثلا ما 10 تا لاین داریم، 20 تا لاین داریم، زیر هم میچینیم و کلا یه موزیک ساخته میشه که خب این میتونید تو تنظیماتش تعدادش رو تغییر بدید. برای من 500 تا هستش که اصلا 500 تا هم قابل استفاده نیست. و بعد چی شد؟ این پلیلیست اینا هم که ترک هامونه. با این گزینه راحت میتونید خاموش روشن کنید یه لاینیو. خب اصلا ما برای شروع موزیک و میخوایم یه موزیک رو بسازیم، اول باید تمپوشو به دست بیاریم. اصلا ببینیم میخوایم رو چه تمپویی بسازیم. برای این کار تو این گزینه که میبینید که الان تمپومون روی 130 راحت میتونیم با کلید وسط موس بالا پایین کنید همونطور که میبینید. مثلا حالا برای شروع میذاریم تمپو 80. حالا ما یه موزیکی رو داریم، میخوایم مثلا ببینیم تمپوش چنده. میایم تو این گزینه، این بالا، و این تمپو باز میشه و سرضرب هر آهنگ اگر رو این با اون آهنگ بزنید راحت تمپو رو بهتون میگه. مثلا برای مثال مثلا دقت کنید داره اون بالا تمپو عوض میشه. الان 95 94 92. حالا هر چقدر سریعتر بزنید تمپو بالاتر و هر چقدر آرومتر تمپو میاد پایینتر. بستگی به موزیک داره. حالا برای مثال ما همین تمپو رو میذاریم روی 80. خب پس این شد پلیلیست که با این گزینه میتونیم بازو بستش کنیم. این گزینه که اسمش چنل رک هستش، این گوشه سمت چپ رو دقت کنید، من میرم روش، اسما رو میگه چنل رک. من چرا دارم با دستش میگم چنل رک؟ برای این که ما یه سازی رو باز کنیم، درام بچینیم، به عنوان مثلا من یه درام همینطوری بچینم براتون. اینجا راحت میتونید درامتون رو بچینید. ببینید پس اینجا میتونیم سازامون رو بچینیم. حالا اینو برای مثال گذاشتم. این گزینه مثبت رو که بزنید وی اس سی هاتون باز کنید، بانک های صداییتون باز میشه. که حالا من برای مثال برای خود FL Studio پیانو خود FL Studio رو باز میکنم که اسمش FL Keys هستش. بس چی شد؟ من یه بار دیگه بگم، احساس کنم تون توضیح میده. میایم تو این گزینه که اسم چنل رک هستش باز میکنیم. یه سری اینجا سمپل خود FL Studio دیفالت روش بازه. حالا بهتون میگم چجوری هم باید عوض کنید. اگر این مثبت رو بزنید یه سری VSC باز میشه که خیلی هاشو شما ندارید در شروع، چون که خب اینا رو باید دانلود کنید بریزید. ولی این FL Keys که پیانو خود FL Studio هستش، اسمش FL Keys، باز میکنید. اوکی. خب حالا تو این گزینه این المان برای کم و زیاد کردن صداست. شما ببینید حالا کمش میکنم، صدای دیگه نمیاد. گزینه بعدی برای چپ و راست کردن صداست. یعنی اگر اینو به سمت چپ بذارید فقط از گوش سمت چپ میشنوید و اگر برعکس بذارید، ببخشید اگه من صوتی میدم، فقط از سمت راست میشنوید. اوکی. اینم که برای، یعنی اینو اگر یه پروژه داشته باشید خاموش کنید، از این VST دیگه صدایی در نمیاد، در واقع میوت میشه. خب حالا برای ساخت پترن همون
جایگاهیه که ما ملودیامون رو توش میزنیم و وارد پلیلیستمون میکنیم. از اینجا میتونید پترنتون رو انتخاب کنید، این گزینه که الان به عنوان مثال پترن 1. اوکی، پترن 1 رو الان ما ساختیم. حالا میخوایم یه پترن دیگه بسازیم. راحت میایم روی این گزینه و کلید وسط موس رو به سمت بالا، پترن 2، پترن 3، پترن 4. اوکی، مثلا به عنوان مثل یه پترن دیگه ساختیم، پترن 2. اینا رو همینطوری توی پلیلیستمون میچینیم. خب حالا ما میخوایم یه اسمی برای پترنمون بزنیم. به عنوان مثال مثلا پیانو. روی این مثبت کلیک میکنیم، مینویسیم پیانو. اینجا هم میتونیم بهش یه رنگی بدیم برای خوشگلی، به عنوان مثال سبز، و کلیک میکنیم و پترنمون ساخته شد به اسم پیانو. اوکی، خب حالا مثلا یه پترن دیگه بسازیم. پترن 2 مثبت رو میزنیم، مینویسیم درام، یه رنگی هم بهش میدیم و دراممون هم ساخته شد به رنگ قرمز. اوکی، حتما رنگ بندی ها رو چیز کنید، رعایت کنید، چون خیلی تاثیر داره. خب حالا ما می‌خوایم یه ملودی هم بزنیم به عنوان مثال. پس وارد چنل رک میشیم، درسته، FL کیز، روش یک کلیک راست میکنیم و وارد پیانو رول میشیم. این با این گزینه هم میتونید ببینید. وارد پیانو رول میشیم، وارد در واقع پیانومون میشیم و نوت‌های پیانومون که 10 اکتاو هم داره. باید تئوری موسیقی رو بلد باشید. کسایی که بلد نیستن حتما ویدیوشو میسازم میذارم. حالا ما فرض میگیریم که بلدید. اینجا راحت میتونیم یه سیکل آکوردی به عنوان مثال بچینیم. حالا به عنوان مثال همین ستا رو ما میچینیم. اگه دقت کنید توی من اشتباهی تو دراممون چیدم، ببخشید. خب اینو کپی کنم بیارم روی. خب اگه دقت کنیم ما 3 تا آکورد چیدیم ولی 2 تاش اینجا نمایش پیدا میشه. چرا؟ خب ما اینو باید بیایم بکشیم و هر چقدر که ملودیمون یا سیکل آکوردمون یا هر المان دیگه ای که زدیم ادامه پیدا داشته باشین رو باید بکشیم. ما 3 تا داریم و با همون 3 تا هم کار داریم. اگه دونه روش کلیک کنید راحت میتونید همون رو دوباره کپی کنید. اوکی، چیدم. خب حالا یه چیز دیگه، موضوع مهمی دیگه هست تو این قسمته که من یه قسمت هم یه توضیح بدم. الان دقت کنید روی پترنه و ما اگر بذارید من یه درام هم بچینم. برای درام چیدم میایم رو پترن دراممون، چنل رک رو باز میکنیم و اینجا راحت میتونیم دراممون رو بچینیم. همینجا میتونید بچینید، هم مثل پیانو برید تو پیانو رولتون و دقت کنید نوتاش میاد و راحت میتونید بچینید. من راحت ترم که الان از همینجا بچینم و خطمون هم میچینیم. اوکی، حالا مثلا به عنوان مثال همین. اوکی، اینم میچینم. پس ببینید الان ما بیام تا اونجایی که دارم و کات کنم به این صورت و همونا رو ادامه بدم. اوکی، خب الان اگه دقت کنید تو این بالا، پنجره بالا رو دقت کنید، روی پترنه و فقط دراممون داره پلی میشه. اوکی، حالا اگه بیایم رو پیانومون فقط پیانو پلی میشه. اوکی، اینم خب. حالا اگه ما اینو بذاریم روی سانگ، هم پیانومون پلی میشه و هم درام و اگر هر ساز دیگه ای داشته باشیم پلی میشه. دقت کنید همگی با هم دارن پلی میشه. پس پترن شد برای مخصوص همون پترن که الان فقط پیانو پلی میشه و اگر بیایم رو درام فقط درام. خب گزینه بعدی، من یه چقدر حرف زدم. گزینه بعدی اینه که خب خیلی معلومه دیگه، برای پلی کردن و گزینه بعدیش برای استاپ کردنشه. اینم که برای ضبط کردنه که روش بزنید یه همچین گزینه‌ای باز میشه. اینجا میتونید انتخاب کنید چی رو ضبط کنه، مثلا آدیو یا نوت یا همه رو ضبط کنه. یه راه دیگه هم اینه که بیاین رو خود این کلیک راست کنید و اینجا براتون نوشته. اوکی، تو اینجا مترونوم رو داریم که با توجه به تمپویی که دارید مترونوم میزنه که برای ضبط، خب اگه میخواین زنده ضبط کنید خیلی تاثیر داره. گزینه بعدی اینه که روش نمیشه 3-2 که برای زمانه. حالا به چه درد میخوره؟ شما میخواین یه سازی رو ضبط کنید،
خب اگه این نباشه دقت کنید، من بذارم برای ضبط، سریع ضبط میکنه. اوکی، خب ما اینو که نمیخوایم، ولی اینو بذارید و ضبط کنید، 3 تا میشماره، 1 2 3 و بعد ضبط میکنه. پس اینم مهمه. با این کاری نداشته باشید، با اینم کاری نداشته باشید. اینم برای اینه که شما وقتی یه آهنگو دارید پلی میکنید صفحه دنبالتون میاد. حالا یعنی چی؟ یعنی این که به عنوان مثال بذارید صبر کنید من اینا رو بچینم. مثلا شما اینجایید، خب موزیکتون داره، ببین به این دقت کنید، میپره همون جایی که موزیک داره پلی میشه. دقت کنید، یعنی باهاتون همراه میشه. اوکی، اینم بهتون توضیح میدم و بقیه‌اش هم دیگه چیز مهمی نیست، ولی بذارید این 3 تا روشن میشن. اینم بهتون بعداً حتما توضیح میدم توی قسمت پلاگینا. خب گزینه بعدی که باید بدونیم اینجاست که اسم این دراه، که برای اینه که شما مثلا بتونید کار کنید دیگه. مثلا روی این پترنتون بزنید، راحت اینجا میتونید کپی کنید، اینجا کپی کنید، اینجا کپی کنید، اینجا کپی کنید. خب ولی حالا ما مثلا خیلی سخته بخوایم دونه دونه اینا رو بچینیم. چیکار میکنیم؟ با کلید پینت که اینجا دارم بهتون نشون میدم، راحت میتونید اینو هر چقدر که دوست دارید بکشید. اوکی، ببینید هر جا دوست دارید میتونید به تعداد زیاد بکشید، ولی خب با اون یکی گزینه که پینت بود همچین کاری رو نمیتونید بکنید. اوکی، از اینا مهمه. این برای حذف کردنه که میایین روش و میتونید اینو حذف کنید، اینو حذف کنید، که با کلیک راست هم میتونید همچین کاری کنید. این برای میوت کردنه. خب به چه دردی میخوره؟ مثلا شما تو طول آهنگتون نمیخواین این پترن صدا بده، اینو میایین روش میزنید و میوت میشه. ببینید دیگه صدای ازش در نمیاد، ولی خب این هنوز میوت نشده. ببینید بس اوکی. اگر میخوایم میوت در بیارید دوره روش یک کلیک دیگه میکنه. این بیشتر به درد ویو میخوره و اصلا به چه درد میخوره؟ حالا یه دونه فایل ویو هم میارم بهتون توضیح میدم، ولی تو همینجا توضیح بدم. اون داخل پترناتون رو تغییر میده. ببینید نوتام داره تغییر میکنه، درسته؟ الان مثلا اینجا نگاه کنید، نوتای درام هم داره تغییر میکنه. اوکی، بیشتر به درد ویو میخوره و بیشتر برای سر ضرب انداختن آهنگ یه ویو که حالا اینم بهش میرسیم. این برای کات کردنه. به عنوان مثال شما این پترن رو یا این ویو فقط این تیکش رو میخواین، میایین راحت برش میدید و این تیکش رو برمیدارید. ببینید اوکی. حالا یه راه دیگه هم هست که شما میایین با کلیک راست این کار رو میکنید. ببینید خودش میپره. ببینید حالا چجوری میپره؟ شما مثلا بذارید من یه لحظه برم این تو، مثلا یکی دیگه هم بچینم سریع. همه این کلیده میان برم بهتون میگم، نگران نباشید. مثلا اینقدر پترن دارید و میخواین برش بدید. خب شما کلیک راست رو که بگیرید و برش بدید، اون تیکه کوچیکه میپره. نگاه کنید، تیکه کوچیکه پرید، تیکه کوچیکه پرید. اوکی. و حالا نمیخواین، خب با کلیک چپ این کارو میکنید، میایین روی این گزینه اسلایس و میبرید و راحت جابجا میکنید. اوکی. این هم که ذره بینه که شما اگر کنترل رو این کلید وسط موس رو بچرخونید خودش زوم میشه و اگه آلتو بگیرید به سمت طول اتفاق میفته. پس اگر کنترل رو بگیرید و کلید وسط موس به سمت عرض باز و بسته میشه، آلتو بگیرید به سمت طول. اوکی. خب این هم که برای سلکت کردنه که میتونید اینو سلکت کنید راحت. و یه چیزی هم بهتون بگم، برای کپی کردن شاید بخواین همینو اونور کپی کنید، کنترل و سی رو بزنید و کنترل و وی رو بزنید، راحت کپی میشه و میتونید برش دارید. اوکی. و برای سلکت کردن هم آلتو موسو بکشید خودش سلکت میکنه، یعنی لازم نیست برین حتما رو این گزینه. پس اینم از این. خب اوکی، پس اینم. خب این قسمت میمونه
که برای این قسمت اینو که گفتم برای تمپو آهنگو میتونید مشخص کنید. این بذارید باز بشه. این VST و پلاگیناتون رو میارید که از اینجا میتونید انتخاب کنید. این برای چیزاتونه، سمپلاتونه که راحت اینجا میتونید بیاین سمپلاتون رو بندازید توی پلیلیست. من ببخشید سیستم هم ضعیفه. چه صدای زیبایی. خب این هم بس برای سمپلامونه. حالا آموزش اضافه کردن سمپل و VST و پلاگین هم براتون حتما میذارم. فعلا با محیط نرم افزار کار داریم. پس این هم چنل سمپلامونه که با این گزینه بود دیگه، باز و بسته میشه. این برای میکسرمونه و برای مستر کردنمونه که اینم یه آموزش جدا براتون حتما میذارم. اینم که چنل رکمونه که بهتون گفتم. این پیانو رولمونه که اینم بهتون گفتم به چه درد میخوره. کاملترش رو باید جدا حتما براتون ویدیو میذارم، ولی فعلا بشناسید که در ادامه به مشکل بر نخورید. اینم که پلیلیستمونه. اوکی. خب تو این گزینه میریم. خب اگه رو این گزینه باشه پترناتون رو نشون میده. الان نگاه کنید، من یه پترن دیگه باز کنم اینجا. این پترنا میاد مثلا 4 5 مثلا 3 رو میذاریم اینجا، یه پترن دیگه هم میسازیم 4 هم میذاریم. اوکی. پس پترنامون رو اینجا نشون میده. این یکی گزینه سمپلامون رو و ویوامون رو نشون میده. یعنی چی؟ بذارید من یه سمپل بیارم. پس این شد برای دریچه سمپلامون. اینجا مثلا به عنوان مثال سمپل بیاریم. اون مثلا این. اوکی. ایناش. ببینید سمپلامون میاد تو این گزینه. پترنات تو این گزینه، سمپلا تو این گزینه. اوکی. این سمپلی که الان من آوردم اینجا هستش. پترنامون هم که اینجا هستش. اینا برای اتوماسیونه که اینم کسایی که میدونن که هیچی، کسایی هم که نمیدونن اتوماسیون چیه حتما ویدیو براش میذارم که اتوماسیونمون هم میاد تو این پلیلیست و حتما آموزش اتوماسیون هم براتون میذارم. اصلا نگران نباشید. چیزهای دیگه که تو اینجا باید بدونید همیناست. اینجا هم که آپشن یه سری برای اکسپورت گرفتم که بذارید سر اینم براتون توضیح بدم که اینجا میتونید یه سری پروژه باز کنید. اینجا سیو میتونید کنید که کلیدای میانبرش هم براتون بغلش نوشته، مثلا کنترل C، شیفت و کنترل و S. گفتم CS ببخشید. بعد اینجا میتونید اکسپورت بگیرید که ویو داره، MP3 داره و چیزهای دیگه هم داره که ما بیشتر با ویو و MP3 کار داریم. اینجا هم پروژه اخیری که باز کردید و بهتون نشون میده و از اینجا راحت میتونید بهش دسترسی داشته باشید. اینجا هم که ادیت، اینجا میتونید VST هاتون رو اد کنید تو چیزی که من راه آسان ترش رو بهتون گفتم که میان توی چنل رک و مثبت رو میزنید. ببینید اینجا اینم یادم رفت بگم. اینجا الان روی آدیوه و فقط اون ویومون رو داره نمایش میده. میتونیم همه سازهایی که داریم رو داشته باشیم. ببینید رو آل همه اینا هستش و آدیو هم که فقط ویو رو نشون میده. این هم که من همیشه خودم میذارم روی آل، شما هم بذارید روی آل. و این یک دو شب براتون سوال بشه که چیه که میگم اینا رو همه رو کاملترش رو ویدیو میسازم. اینجا فقط برای معرفیه. این برای اینه که شما میایید اینجا. خب ببینید این کیک دادیم به چنل 1 اینزرت 1. اوکی. ببینید ما اگه مثلا بچینیم الان به عنوان مثال، ببین از این صدا در میاد. کلپمون تو 2 که اینا رو دیگه با همون کلید وسط موس مثلا میتونید این پیانومون رو برید به مثلا 5 یا 6 7. اینا رو میگم کامل ترش رو حتما براتون میذارم. اصلا نگران نباشید، چیز سختی هم نیست. حالا مثلا پترنامون رو الان دوباره بخوایم بیاریم راحت میتونیم بندازیم اینجا. گفتم با آلت و وسط کلید موس میتونید بالا پایین کنید. دراممون هم بیارم. دیگه چیزی نمونده که بخوام از تو این صفحه بهتون توضیح بدم. بیشتریاشو گفتم و حتما ویدیو تکمیلی هم براش میذارم و حتما پارت 2 هم میسازم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و حتما و لطفا ما رو حمایت کنید و سابسکرایب کنید که ویدیوهای خفن‌تر و پر انرژی تر براتون بذاریم.
اصلا سخت نیست. حتما این کارهایی که من کردم و یه بارم خودتون انجام بدید، چون تا تکرار نکنید یاد نمیگیرید. منم سعی کردم خیلی عامیانه و ساده و دوستانه بهتون توضیح بدم. چیز سختی هم نبود و حتما بهتون قول میدم تئوری موسیقی و چیزای تکمیلی هم به زودی براتون بذارم. منتظر پارت 2 باشید، زنگوله هم بزنید، سابسکرایب هم بازم تکرار میکنم لطفا یادتون نره. امیدوارم موفق باشید و موزیکای خفن بسازید.